بیاین تمثیل میکنیم. من دختر 12 سالتون هستم و من تازه پدر جان الله در واژن مریم در کجای مریم روح خود زده؟ میشه بر من بگین پدر بزرگوار؟ بفرمایید بگین به من میشنم. عزیزم کوش قننی تو دختر هستم و نیم پدر تو هستم. نه حالا ما فرض میکنیم مثال میزنیم. من نگفتم شما بیاین پدر ما شوید. من یک تا پدر دارم کفایت میکنه. خب فرض میکنیم من دختر 12 ساله هستم، از پدر مسلمان میپرسم پدر جان همین آیت را یک ترجمه فارسی کنین به من که من میخوایم بفهم. گفتم در ابتدا همون پدر تمام تلاش خود میکنه تا از یک روش انسانی تلاش پدرانه را بگو با من دختر لطفا توسط مادر، عمه، خاله، مادر رفته خانه کاکای خود رفته. عمه و خاله نداری، هیچ کسی را نداری، چشم. اگه هیچ کسی نیست. من هستم امروی پدرم، امروی دو تا برادر بزرگم در خانه دختر نازنین شما. بفرمایید. هیچ کسی رو نداری. من اگر نه هیچ کس نیست. ببینید که تا پدر میشرمه کتاب مقدس خود را به دختر خود تدریس کنه. ببینید دوستان عزیز، اینمی خودش یک دستاورد است که اسلام را اینا خودشان به همین دین میگه برو پیش مادرت برو. قرآن اگر کتابی است برای مادر آمده که به دختر خود بفهمونه. شما چرا به حیث پدر نمیدونید؟ حالا کوشان همین دوستم رول مادر را بازی کنه. امیر ما شما مادر هستین، چی طور برای دختر خود میگوین که چی طور الله در این فرض پوف کرده؟ امیر بفرمایید توضیح بده. جناب کوش عزیز، ببین یه حرف، من به خدا تو را یک انسان بسیار منطقی و روشن فکر میشناسم. انسان یک موجود اجتماعی است و زمانی که تو یک موجود اجتماعی باشی مطمئنا در دور بر 2000 تا زن هست که بتونه این مسئله را به درستی به یک دختر بچه تشریح کنه. حالا بگذارین پس کوتاه میکنیم. چرا شما نمیخواهید شما دوست بزرگوار این موضوع کتاب مقدستان را به دخترتان بفهمونید؟ علتش چی است؟ اون علت و انگیزش ما گفتم ما از روش‌های مختلفی کار را حتما تلاش میکنم. خب بکنین همین کار را، ما وقتتون دادم، بکنین همین خدمت را دوستان بشنون. برادر من گوش کن کوش عزیز، هر کس در موقعیتش قرار بگیره. شما نمیتونین آیت قرآن را به دخترتان ترجمه کنین؟ چرا نمیخواین ترجمهش را؟ بکنین همین کار را انجام بدین. عملی تمام ملاهای ما این را ترجمه کرده و من بی سواد همین ترجمهش شما بخونین. بفرمایید. همین ترجمه چیزی که شما گفتی، من گفتم شما قرآن از من زیاد میفهمید، من همون ترجمه که شما کردی همون ترجمه را که من گفتم امور بگویید. خداوند روح خود را بر فرج بانو مریم دمید تا بدون لمس مردی باردار بشه. پدر جان فرج مریم چی است؟ فرج در قرآن ترجمه هست، در قرآن ترجمهش هست. چرا نمیتونم؟ من نتونستم پیدا کنم. اونجا چند تا ترجمه متفاوت بود، من نمیتونم. این فرج چی معنا میده پدر جان؟ فرج آلت تناسلی یک خانم است. خب الله روح خود را در آلت تناسلی خانم زده؟ بله جانم. چرا آلت نگاه به خدا انقدر اینجا من یک سوال دارم. آقای محترم ببخشید دوست عزیز، دوست عزیز از تو بعید است این قسم بحث کردن. آقای بدری یک لحظه گوش کنید. یک سوال دارم بعد از شما سپاسگزاری میکنیم. قندم ددری ببخشید من پوزش میخوایم آقای ددری. یک سوال دارم بعد از شما سپاسگزاری میکنیم که در برنامه شرکت کردین. شما پیشتر فرمودین در لابلای گفته های خود که وقتی که دختر 6 ساله را وقتی بره بهشت، اون دیگه 6 ساله نیست، 18 ساله است و گفتین چون خداوند قدرت داره این کارا میتونه بکنه. درست است؟ همچون چیزی شما گفتین. بله. خب حالا همین دختر 6 ساله‌ای که هر شب بالاش تجاوز جنسی میشه، چرا این خدایتان قدرت خود را نشان نمیده و این نجات نمیده؟ اگر خداوند قرار باشه وارد مشکلات تمام بندگان به زور خدایی خود شود، این دنیا و این بندگی معنایی پیدا نمیکنه. باید انسان شما عزیز سپاس که حضور پیدا کردن در این برنامه. در برنامه دیگر هم حضور